ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، آینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باز خاک ایران ما. حتی از حق خودش و دولتش نمیتونه دفاع کنه. رئیس جمهور تو این مملکت یعنی تدارکاتچی. یعنی چی؟ به قول آقای علی پروین یعنی کشک. مدیر فنی تیم رو گفته بود، بهش گفتن آقای پروین شما رو میخواید بذارید مدیر فنی پرسپولیس. گفت مدیر فنی میدونی یعنی چی؟ گفت یعنی کشک. آقای رئیس جمهور، تو رئیس جمهور نیستی، تو تدارکاتچی.
نیست، مثل که من خیلی صحبت کردم. فقط من میخوام اینو بگم، بعضیا فکر میکنن تو این مملکت اصلاح طلبی یا اصولگرایی ارث باباشونه. این مملکت رو آقا نسق زدن برای مشت آدم‌های 2500 600 نفر آدم، هی میچرخوننش. یه دوره این آقا میشه رئیس جمهور، اونا میشن نمیدونم فلان. یه دو بعد جالبش اینه که همه با هم فامیلن، تو یه آخر با هم میخورن، چپ و راست میخورن، تو یه آخر با هم میخورن. جالبش نمیدونم. 10 دقیقه و 15 ثانیه. حاج آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ممنون که اجازه دادید امروز در خدمتتون باشیم. خواهش می‌کنم. مایدی تشکر می‌کنم. کار بسیار زیبایی انجام میدید. دعوت شما انشاءالله خداوند قبول بکنه که واقعا برای روشنگری و به خاطر آشنایی مردم بیشتر با مسائل روز و تاریخ و آینده کشور، من از شما تقدیر و تشکر میکنم که این زحمات رو دارید متحمل میشید با امکانات بسیار کم، ولی قلبی پر از انرژی و انرژی خوبی که دارید. من تشکر میکنم از شما که لطف کردید و ما رو قابل دونستید که ما انشالله امروز در خدمت عزیزان باشیم. شما بزرگواری کردید، اجازه دادید که تو این شلوغی کار، میدونم که عزیزانی که کار روزنامه نگاری میکنن بسیار سرشون شلوغه. عرضم به حضورتون که ببینید حاج آقا، دلیلی که ما اسم این سایت رو خط سوم گذاشتیم و بنا رو بر این گذاشتیم که ورود بکنیم تو این داستان، این هستش که حداقل برای خود من دیگه کاملا مشخص شده هستش که جامعه، یعنی بعد از انتخابات سال 96 جامعه واقعا دیگه خسته شد از معنی اصولگرایی و اصلاح طلبی در معنی گفتمان رایجش، و واقعا امروز دوره تقابل علم و جهل هستش. و این رو یکی بدونید. یکی دیگه هم این که من یه زمانی با عزیزانی صحبت میکردم، مثلا پدران خودمون، میگفتم که خب چی شد انقلاب کرد؟ بخشی که اصلا میگفتن ما نبودیم، حالا من نمیدونم اینا از کجا آمده بودن. بخشی هم که میگفتن، این خیلی برای من دردآور بود، بخشی میگفتن که بله ما اومدیم انقلاب کردیم، منتها دیدیم که از فردای مثلا انقلاب یک طیف دیگه اومد دست گرفت، گذاشتیم رفتیم. گفتم خب خیلی بیخود کردین گذاشتین رفتیم، مگه دست شما بود که بخواید بذارید برید؟ به این دو دلیل واقعیتش اینه که تصمیم گرفتیم که ما بریم سوار اون موج بشیم، موجی که بخوایم یا نخوایم خط سومی رو شکل میده. اما ببینید یک چیزی که خیلی برای من سوال هست و از همه عزیزان تو این برنامه سوال میکنم اینه: مردم ایران سال 1357 خواست تغییرشون به نتیجه رسید، یعنی 22 بهمن تمام شد. عرضم به حضور شما که متا در قالب یک انقلاب، اما همین مردم در کمتر از یک دهه میبینیم دوباره تغییر میخوان و دیگه در سال 76 این دیگه کاملا نمود عینی پیدا میکنه و از اون سال به بعد حداقل در هر انتخاباتی مردم ورود میکنن، وقتی که رأی میدن یک نه به حاکمیت میگن، این یعنی دوباره تغییر رو میخوان. منتها شاید تجربه انقلاب رو داشتن و دیگه حالا میگن انقلاب نمیکنیم اصلاح میکنیم. اولا شما با نظر من موافق هستید و فکر میکنید چرا؟ در خدمتتون هستم. ببینید، حالا این که شما میفرمایید بخشیش درسته، بخشیش حالا من انتقاد دارم حالا به این نظریه، ببخشید البته. ببینید من معتقدم که خب مردم ایران یک مردمی هستن، خب در جاهای مختلف مواضع مختلفی داره. ما همه ایرانی‌ها اینجوری هستیم، یعنی بخوایم خودمون هم مبرا کنیم اینطور نیست. ببین این که خب یک انقلابی شکل گرفت در به قول معروف ایران و گروه‌های مختلفی در این انقلاب سهیم بودن، این شکی نیست. حالا اینکه بالاخره اون زمان همه طیف‌های مختلف تو انقلاب بودن و نمیشه گفت حالا فقط یه طیف خاص، یا حالا فقط مثلا ما روحانیون بودیم یا فقط مثلا یه طیف مذهبی بود. نه، شاید اون زمان خیلی ها
به مذهب هم بعضیشون اعتقاد نداشتن، بعضیشون حتی اعتقاد داشتن، بعضی هم اصلا براشون مسئله‌ای نبود. این که خب این انقلاب شکل گرفت، مردم دنبال یک دگرگونی بودن، دنبال یک تغییر به قول معروف رویه‌ای بودن که در حاکمیت باید شکل بگیره. ببینید همونطوری که شما اشاره کردید، خب دهه اول انقلاب خب یک دهه پرتلاطمی بود برای کشور ما، علیرغم همه سختی‌ها، مثلا جنگ، مسائل مختلف، اختلافات داخلی، ترورهای مختلف، بحث‌های مختلف. خب این دهه بسیار پرتنشی بود برای ایران. همونطور میدونید تا یک انقلابی بخواد مستقر بشه، خب تمام زیرساخت‌های اون حکومت قبل از بین میره. کما اینکه الان در کشورهای دیگه این اتفاق افتاد ولی انقلابشون اصلا پیروز نشد. ولی این زیرساخت‌ها خب در ایران بخشش از بین رفت، بخشش از بین نرفت. حالا بخشش مثلا مثل ارتش، مثل جای مختلف باقی موند. خب تغییرات اساسی در درون اون قضایی‌ها شکل گرفت. اما یه نکته‌ای که واقعا حائز اهمیته، ببینید مردم ایران انقلاب که کردن یه طیف خاص نبود که انقلاب کرد، طیف‌های مختلفی بودن که انقلاب کردن. خب حالا بعضیا معتقدن که مثلا نه، ما اول انقلاب ما بودیم، این آقایون اومدن مثلا ما رو پیاده کردن، خودشون سوار شدن، این بحثا. اما من معتقدم نه، همه دستن در کار ایجاد این انقلاب بودن. بعد از اون دهه خب اتفاقات خیلی عجیبی تو ایران افتاد. ببینید همونجوری که خودتون اشاره کردید، مردم هر وقت حاکمیت یا خدمت شما مثلا نظام فردی رو تایید میکنه، مردم برعکس به اون رأی نمیدن، میرن به رقیب اون رأی میدن. خب این همون حرف شما رو یه مقدار پررنگ‌تر میکنه. چرا مردم میرن به اون جریان رأی میدن که جریانی که مثلا مخالف حاکمیت قرار میگیره، یا اونی که موافق حاکمیته مردم کمتر مثلا به او رجوع میکنن یا به او رأی نمیدن؟ چون میدونید دو طیف مثلا اصلاح طلب اصولگرا خب بعداً به وجود اومد. دو جریان عمده تو این کشور خب چپی ها بودن، راستی ها. چپی ها شامل حال همه میشد، یعنی اینکه در این چپ مثلا حتی گروه های دیگری هم بودن، اینطوری نبود که حالا مثلا یه عده اصلاح طلب باشن یا اون برم مثلا یه عده اصولگرا باشن. تو طیف‌های مختلفی تو اینجا وجود داره. اما من نکته‌ای که فکر میکنم که حاج آقا، من فکر میکنم که شما نتتون مشکل پیدا کرد. بفرمایید درست شد، بفرمایید. ببینید مردم خب دهه اول همه داغ بودن دیگه، چون وقتی یه انقلابی شکل میگیره همه بالاخره خب داغن، داغ، همه آرمانی فکر میکنن، همه فکر میکنن چیزایی که شعار میدادن رو بعد حالا این انقلاب دهه اول که گذشت، این انقلاب به اون جریانات جدیدی رسید. یعنی خیلی از کسایی که مثلا میگفتن چرا تسخیر لانه جاسوسی کسایی بودن که سه امور بودن، یا مثلا خیلی از دوستان چپ دستگاه‌های حاکمیتی خود دست اونا بود در زمان امام. ببینید خب بعد از اینکه در این دهه خب دهه اول انقلاب این شکل گرفت که امام هم خب اون زمان حضور داشتن و گروه‌های مختلفی هم حضور داشتن، خب به طبع یه سری افراد به امام نزدیک بودن، حالا طیف‌های مختلفی بودن، منتها عمده اونها چپی‌ها بودن.
یعنی عمده کسانی که در کنار امام فعالیت میکردن کسانی بودن که خب چپ بودن، چپ فکر میکردن، یا چپ، البته نه چپ امروزی ها که مثلا بگید طرف حالا اصلاح طلبه یا مثلا دنبال تغییر، دنبال فرار، نه، اون چپی که اون زمان بود چپی بود که مثلا ادعای اینو داشت که خب از طبقه ضعیف جامعه داره حمایت میکنه، یا مثلا با آمریکا مخالف بود. مثلا چپ دهه اول با چپ الان، با اصلاح طلب الان 180 درجه فرق میکنه. چپ اون زمان مخالف امریکا بود، مخالف رابطه با امریکا بود، مخالف رابطه با کشورهای دیگه بود، یا مثلا تصدیر لانه جاسوسی، بحث‌های دیگه خیلی تون رادیکالی، چپ رادیکالی بودن که خب اون اتفاق دهه اول افتاد. خب مردم وقتی دیدن به این شکل شد، فضا رو وقتی چپ رادیکالی در دست گرفت، شما دیدید چه اتفاق افتاد. خب در خیابان‌ها دست‌های مردم رو رنگ می‌کردن، کسی آسیب کوتاه می‌پوشید، موهای خانم‌ها اگه بیرون میومد قیچی می‌کردن، یا حتی در لای مثلا دستمال کاغذی یا اینا، حتی من شنیدم اون زمان مثلا یه برخوردهایی می‌کردن، مثلا تیغ می‌ذاشتن که اگر کسی خانومی رژ لب می‌زد، چیزی می‌زد، خب اینا برخوردهای خیلی شدیدی می‌شد. چیا اینا رو انجام می‌دادن؟ همون چپ رادیکالی که در اول انقلاب به وجود اومد، یعنی همون انقلابیونی که اومدن این انقلاب رو انجام دادن و بعد خودشون هم رأس امور قرار گرفتن. در کنار اینها یک جریانی به نام راست هم شکل گرفت. حالا این راست کیا بودن؟ راست سنتی یه راست حاج بازاری ها و بازاری های به قول معروف کشور بودن و مخصوصا مرکزشون تو تهران بود، مثل جریان مختلفه، مثل جریان خدمت شما، حتی یک جریانی به نام جریان طرفدار حجتیه، انجمن حجتیه و مسائل مختلفی که اومدن در جریان راست قرار گرفتن. حالا جالبه شما تو این 2 دهه نگاه کنید، دهه اول طرفدار امام بودن، کیا؟ محوریتشون چپ سنتیه. اما در دهه دوم طرفدار مثلا دهه که گذشت بعد از رهبری امام از دنیا رفتن، رهبری جدید که اومد چپ سنتی خودش رو کشید کنار یا به مخالفت برخاست با خدمت شما، حالا با بعضی از برنامه. این وسط کیا اومدن وسط؟ خب همون جریان راست سنتی. راست سنتی کیا بودن؟ بازاری ها بودن، پولدار ها بودن، کسانی بودن که بالاخره خیلی رادیکالی فکر نمی کردن. شما اگر دقت کنید بحث رابطه با امریکا رو مطرح می کردن، حتی در مجلس چندین مرتبه اومدن حرف زدن و حتی به امام اعتراض کردن، گفتن چرا مگه ما باید دهنمون رو ببندیم، انتقاد نکنیم، فلان نکنیم. این بود که جریان راست سنتی و حالا به قول امروزی ها مثلا اون راست مدرنی که بعداً حالا شکل گرفت، اونها مخالف جریان چپ. من میخوام بگم که اول انقلاب یک سوپا مثلا مثل آقای خوئینی ها، سران دیگه مثل آقای کروبی و دیگران، آقای موسوی اردبیلی یا آقای خلخالی، خودش جزء جریان چپ بود. آقای خلخالی میدونید که حتی عضو مجمع روحانیون مبارز بود و آقای خلخالی، آقای موسوی تبریزی، آقای موسوی اردبیلی، خیلی از مسئولین قدیم نظام قضایی کشور که احکام مختلفی رو صادر می‌کردن و جریان چپ بودن. این تعارف که نیست. حالا حاکمیت میفته در دهه دوم و سوم دست کیا؟ دست
جریانی به نام جریان حالا سنتی خدمت شما راست، یا همون راست بازار. راست یه لحظه عذرخواهی میکنم ببخشید. میدونید چی میخوام بگم؟ حالا خیلی ممنون این رو تبیین کردید، منم اومدم وسط حرفتون، بعد شما ادامه بدید. منتها نکته اینجاست، ببینید من از هر عزیزی که میپرسم مثلا میگه تا روزهای آخرم استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بود و از فردای انقلاب همون مصادیقی که شما مثال زدید. شاید انتظار این نبود که مثلا به اسم اسلام دست کسی رنگ بشه. من این قسمتش بیشتر الان مد نظرم هست، اما بفرمایید ادامه بدید. سپاسگزارم. من بحثم اینه که حرکت‌های رادیکالی رو دارم میگم. از چه زمانی باعث شد که این انقلاب، خب حالا بعد از اینکه این انقلاب به وجود اومد که همه جریانا بودن، با یه عده حذف شدن. کیا اینا رو حذف کردن؟ خب همون چپ رادیکالی. اولین کاری که کردن، خب شما میدونید آقای مهندس بازرگان رو خب اصرار کردن که باید کنار بره. کیا این کارو کردن؟ خب بالاخره افرادی که در رأس کار بودن. حالا افرادی بودن مثل حالا همین جریان چپ سنتی یا همون چپ رادیکالی که باعث این شدن که خب حالا اتفاقاتی بیفته که حتی با بنی صدر بعد درگیر میشن. بعد خدمت شما اتفاقات خیلی عجیبی میفته که بعد اصلا اون دهه پرتلاطمی میشه. چندین مرتبه رئیس جمهور خب ترور میشن، بعد 2 مرتبه این اتفاقات میفته. من میخوام بگم که حالا جریان راست سنتی محوریتش اون زمان کی بود؟ حضرت آیت الله هاشمی. خب آیت الله هاشمی رأس الامور بود برای اونها، که مثل آقای ناطق و خیلی از این آقایان مثل آقای عسکرولادی رحمت الله علیه و کسانی دیگری هم در بینشون بودن که خب اون جریان رو هدایت میکردن، که از جمله احزاب مثل حزب مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و این مسائل رو اینا. ببین من یه زمانی همین تاریخ و سوابق رو با جناب آقای کروبی نشسته بودم، برای من تعریف میکرد، چون من گاهی میرفتم خدمت ایشون مسائل سیاسی مختلفی رو برای من تعریف میکرد که حالا این جریانات چجور به وجود اومد و اینا رو ایشون برای من خیلی توضیح میداد و اینا. و من چون علاقه داشتم به ایشون و دائما ایشون هم به ما علاقه داشت و دارند و من هم به ایشون علاقه داشتم، ارتباط داشتیم، میرفتیم در جلسات مختلف، این توضیحات رو برای من میدادن که اصلا چپ چجوری به وجود اومد، راست چجوری به وجود اومد و چه اتفاقی افتاد و چه شکافی. ببینید حالا این راست سنتی بعد از اینکه چپ به قول معروف بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، این چپ احساس خلأ میکنه. چپ به جایی که همون رویه رو ادامه بده دیگه اون رویه رو ادامه نمیده. این وسط راست سنتی میان دوربر رهبر جدید خب هستن، مقام معظم رهبری. خب اینا راست سنتی میان خیلی از دستگاه‌های حاکمیتی رو به دست میگیرن. همین راست سنتی منتقل جریان چپ رادیکالی بوده که شما چرا اعدام میکنید، چرا مثلا فلان میکنید، چرا مسائل اتفاق میفته و اتفاقات خیلی عجیب. حالا جالبه اون راستی که اون زمان اتفاق میفته بود رأس الامور حضرت آیت الله هاشمی بود که مخالف یه سری از برنامه‌هایی که اتفاق میفته و چپ سنتی اون اتفاق میفته. شما در دهه اول انقلاب میبینید چپ سنتی یا چپ رادیکالی میاد آیت الله منتظری رو محصور میکنه، آقای منتظری رو محصور میکنه و خدمت شما برخوردهای به اون شکلی حسبی شکل میگیره. نه تنها آقای منتظری رو محصور میکنه بلکه عده زیادی از علمای قوم رو محصور میکنه همین چپ سنتی و رادیکالی. که حتی من یه قضیه‌ایش رو شاهد بودم که زمانی که یکی از همین برادران عزیز ما که الان راست هم هست، چپ هم هستن و الان هم اصلاح طلب هستن، مثلا یک بردیزلی رو آورده بودن که خب خانه آقای منتظری رو خراب کنن. من یادمه که خب ایشون بالای اون ماشین وایستاده بود و دستور میداد که با بردیزل برن مثلا این کارو بکنن. خب که حالا مردم اومدن، اون اتفاقات افتاد و اینا. من نمیخوام وارد خیلی بحث‌های حاشیه‌ای بشم.
اما میخوام بگم که بعد از اون طرف خب میدونید از جناب آقای کروبی مجلسی که اون موقع ها بود، یا بعضی از همین دوستان، یا مثلا جناب آقای محتشمی وزیر کشور و آقای عبدالله نوری و خدمتتون، خیلی از اینا خب اون زمان حرکت‌های رادیکالی بود دیگه. همین آقای محتشمی خب مثلا اعلام کرد که ما خط قرمز ما اینی که رابطه با آمریکا شکل نگیره. اون قضیه بحث مکفارلین و بحث‌های دیگه‌ای که اتفاق افتاد در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی، خب این جریان چپ مخالف اون بود. جالبش تو اینه. بعد یک تغییر روشی تو این انقلاب شکل میگیره. جالبه مردم حالا با این تفکری که مثلا بیاد حذف کنه یا گزینش کنه، یا دستگاه‌های گزینشی بود اون موقع، اینجوری نبود که مثلا هر کسی بره سر کاری، اینا 10 بار باید گزینش میشد از مسجد محل، از پایگاه محل، از نمیدونم شورای محل، بعد از متدینین یا از کسانی که مثلا این اتفاقات باید میافتاد. خب این ببینید یک اتفاقی بود که در جریان چپ رادیکال و راست سنتی افتاد. جالبه راست سنتی اون موقع مخالفت می‌کرد. بعد از این که چپ خب کنار زده شد و جریان راست حاکمیت پیدا کرد، خب با رهبریت مقام معظم رهبری که اینا رفتن دور رهبری رو گرفتن و بالاخره خب اونها در رأس الامور قرار گرفته بودن دیگه. از این طرف چپ خودشو کشید کنار و این دو شکاف عمیق‌تر شد. خب اینا اومدن یه مقدار بازسازی کردن، دیدن بابا خیلی تندروی کردن، خیلی کارا رو انجام دادن، اعدام‌های اول انقلاب، مسائل مختلف، اینا خب در زمان اول انقلاب 10 سال اول اتفاق میفته و در 10 سال دوم و سوم این اتفاقات کم کم داره هیچ چیز میکنه که حتی به جایی میرسه که اون زمان آیت الله هاشمی با مخالفت‌های شدیدی که میکردن با بعضی از مثلا سران چپ یا اون موقع که باعث این شد که به ایشون توهین‌هایی میکردن یا به ایشون عالی جناب سرخپوش میگفتن یا مثلا به ایشون اکبرشاه میگفتن یا توهین‌های زیادی رو به آیت الله هاشمی کردن اون موقع. به واقعا هم ظالمانه بود، خیلی ایشون رو اذیت کردن این قضیه. حالا بماند، من وارد اون بحثم نمیخوام بشم. اما جریان اصولگرا که بعداً رو ببینید در جریان راست سنتی دوباره دو شقه شد. در خود جریان راست سنتی دو گروه پیدایش پیدا کرد. یکی بحث بازاری ها و پولدارها و مثلا کسانی که در رأس الامور بودن و اینا با محوریت مثلا حالا افرادی مثل آقای هاشمی، مثل آقای ناطق یا اینها شکل گرفت و از اون طرف یه چپی هم راستی هم با محوریت مثلا افرادی مثل آقای مهدوی کنی و خیلی از آقایان دیگه شکل میگیره و اینا. خب این انقلاب پرتلاطم میشه، اتفاقات زیادی میفته. در اون دوره‌ای که آقای ناطق که جریان اصولگرا او رو میاره وارد فاز میکنه که بیاد به عنوان رئیس جمهور بشه و اینا، اینجا دیگه خطش رو آقای هاشمی جدا میکنه تقریبا و چپ میاد یک بازسازی شکل میده و آقای خاتمی میاد و همین جریان چپی که اون دهه اول این مسائل رو داشتن، بعد آقای خاتمی بعد از حالا دوره‌های مختلف در دوره دهه اول دهه دوم که دیگه مقدار میریم جلو، بعد خب آقای خاتمی میاد. آقای خاتمی که میاد، خب آقای خاتمی یک تحصیل کرده مدرن امروزی بوده، یعنی در دانشگاه تحصیلات دانشگاهی داشته، در جای مختلفی بوده و به عنوان نماینده ایران در آلمان یا نماینده آیت الله بهشتی در هامبورگ خب در اونجا فعالیت می‌کرده. خب کسی که مثلا در اون محیط زندگی کرده قطعاً با یه تفکرات نوعی میاد. خب جریان چپ دید که بهترین راه اینه که وقتی آقای خاتمی حالا پیدا شد و اومد و رأس این قراره، همه اومدن دور و بر آقای خاتمی. این تقسیم بندی از همینجا شکل گرفت
باز این وسط کیا هست شدن؟ باز همونایی که اول انقلاب رو به وجود آوردن، بعضی از اینا 2 مرتبه همینا خانه‌نشین شدن. مثلا از ملی مذهبی‌ها گرفته، از به این بحث برسم. همون سوالی که شما دارید که مثلا این جریان اصلاح طلب یا اصولگرا اصولگرا و اصلاح طلب، اصلا من این رو قبول ندارم که مثلا آقای روحانی نماد حالا مثلا اصلاح طلبی باشه یا نماد اصولگرا. نه، تلفیقی از 2 جریان که جدا شده های جریان اصولگرایی سنتی و اصولگرایی مدرن و اصولگرایی چپ سنتی و چپ مدرن، اینا با هم تلفیق پیدا میکنن و اولین گزینه توشون آقای خاتمی در میاد که حالا مدتی خب ایشون رئیس جمهور بوده. بعد از آقای خاتمی خب وزرایی که کار میکردن یا عملکردی که بود و فلان و اینا، خب اون اتفاق میفته که در کشور یک زلزله انقلابی شکل میگیره. شما فکر میکنید اون موقع اونایی که رأی دادن به آقای احمدی نژاد مثلا همشون 100% موافق این انقلاب بودن؟ نه، خیلی از اینا دیدن مثلا همین آقای احمدی نژاد در تلویزیون در فلان داره انتقاد میکنه به کسانی که انقلاب رو به وجود آوردن، خیلی از اینا اومدن به ایشون رأی دادن. خب ببینید این اتفاق شکل گرفت. من به نظرم این انقلاب با تلاطم‌های مختلفی شکل گرفت. مردم در هر دوره از انتخابات‌ها مخالفتشون رو چون دیدن خب وقتی صحنه وارد بشن خب حذف میشن، اگر بخوان مثلا حرف بزنن خب انتقاد نمیشه کرد. دولت‌ها اصلا اجازه انتقاد به کسی نمیدن. مردم دیدن تنها راهشون همین انتخاباته، یعنی همین انتخابات نصف و نیمه‌ای که اتفاق میفته خب اینا شکل میگیره. خب خیلی از بحثایی که حالا بعضی از این آیین چپ بعدم میکنن، بعد میشن اصلاح طلب، همونایی که در رأس امور وزارت اطلاعات جای مختلف و اینا بودن، بعد جریان راست هم که میاد همون عمل خود جریان چپ را اصولگرا هم تکرار میکنن، یعنی فضای بسته‌ای جلوه میدن، خدمت شما برخوردهای حذفی شکل میگیره، خیلی را حذف میکنن و خدمت شما همون رویه اتفاق میفته. در اینجا من این جمله رو میخوام بگم، پس ببینید چپ و راست تو این مملکت دستشون تو یک کاسه است که من میگم اینا همه با هم فامیلن. شما اگر دقت کنید خیلی از این جریان چپ و جریان راست سنتی اکثرا با هم ارتباط دارن، یا فامیلن یا ارتباط کاری دارن یا ارتباطات حالا دوست شدن، رفاقت از سابق با هم دیگه دارن. بالاخره اینا کسایی هستن که انقلاب 30 سال، چند سال، 37 سال اینا دستشونه، مگه به این راحتی اجازه میدن کسی دیگری بیاد؟ حالا همون راست سنتی هم که گول خورد، مثلا یه فرد مثل احمدی نژاد آوردید که خب شعارهای خوب میده، که همون راست سنتی طوری شد که آقای احمدی نژاد وقتی اومد اولین کاری که کرد خود راست سنتی رو کوبید. حالا جدای از این که چپ سنتی رو کوبید و اون مسائل مثل آقای موسوی و مسائل دیگه اتفاق افتاد، از این طرف راست سنتی رو میکوبه، مثل آقای ناطق، مثل آقای هاشمی یا مثل کسایی دیگه. خب ببین این اتفاقات چه؟ حالا در کل من میخوام بگم ببینید تاریخچه انقلاب ما خیلی تاریخچه پرتلاطمیه. جالبش تو اینه که همه این آیینی که من اسپردم در این 37 سال انقلاب همشون رأس الامور بودن. حالا یه مدت اینا بودن رفتن کنارم رفتن روی مناصب دیگه، یا مثلا رفتن پولهایی که جمع شده استفاده کنن، یا از این طرف هم بالاخره خدمت شما اصولگرایانی که سرمایه‌های زیادی رو به دست آوردن تو این انقلاب. خب ببینید این شکاف در انقلاب ایجاد شد. من معتقدم که مردمی که میان با آقای روحانی رأی میدن
به شخص آقای روحانی خیلی رأی نمیدن. میبینن حرفایی که آقای روحانی داره میزنه ساختار شکنانه است، یعنی اون ساختار حاکمیتی رو میتونه بشکنه. به خاطر این میان به اون رأی میدن. یا مثلا اگر به خاتمی رأی میدن میبینن آقای خاتمی حرفایی میزنه که ساختار جمهوری اسلامی رو مثلا یه جایی خب متزلزل میکنه، میگه پس ما باید به این رأی بدیم. اگر آقای احمدی نژاد توی کشور رأی میاره، مردم خیلیاشون به خاطر مخالفت با مثلا این دو جریان که چپ و راست مملکت دستشونه، با این مخالفت میان به احمدی نژاد رأی میدن. پس ببینید من میخوام بگم که چپ و راست تو کشور ما تو این 37 ساله خودشون رو نشون دادن و چیز دیگه تو چنته ندارن. حالا این اسمشو شما بذار اصلاح طلب، اسم اونم بذار اصولگرا، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی همون تمامیت خواهی در جریان‌های مختلف وجود داره. خب احزابی هم مثل ماها یا احزابی مثل حزب‌های دیگه که در ایران وجود دارن، خب بهشون اصلا اجازه عرض اندام نمیدن. یعنی حتی تو انتقادم بکنی با برخورد شدیدی تو جریان میکنن. اگر طرف اصلاح طلب باشی میگن اگه به نفعشون صحبت کنی، خب خیلی هم سلام صلوات میفرستن. حتی اگر زندان هم بری بر علیهشون هم حرف بزنی مثل بعضی‌ها، بعد میان سلام صلوات میفرستن میبرن بالای سرم میشونن. ولی یکی اگر طبقه ضعیف جامعه مثل من کشاورزاده باشه، بیاد مثلا حزبی داشته باشه، مجموعی داشته باشه، سریع موضوع میگن دو جریان. چرا؟ چون منافعشون به خطر میفته. چون میدونن افرادی مثل ما اگر میان رأس حاکمیت قرار بگیرن، رأس حکومت قرار بگیرن، خب دیگه به اینا دیگه اون قدرت توانایی اون شکل رو پیدا نمیکنن. چون ما از طبقه ضعیف جامعه هستیم، چون ما از مردم هستیم، چون ما از مردم داریم دفاع میکنیم و ما میگن دو تا جریان. حالا جالبش اینه دو تا جریان وقتی رأس کار قرار میگیرن میگن چرا حرف میزنید، چرا انتقاد میکنید؟ اصلا نباید انتقاد کنید، بشینید فقط نگاه کنید. موقع انتخابات که میشه ببخشید یه ساز و دوقل برمیدارن دو تا جریان، حالا برای گول زدن مردم. آقا ما میخوایم بدعت کنیم، ما میخوایم کار ایجاد کنیم. بابا 38 سال انقلاب دستتون بوده، هر کاری میتونستید تا الان باید میکردید. یه زمانی من یادمه بعضی از دوستان میگفتن که بعضی از علما و اول انقلاب میگفتن ای کاش این رادیو تلویزیون دست ما بود، در عرض 2-3 ساعت ما مردم رو بهشتی میکردیم، یعنی اصلا میفرستادیمشون بهشت، اینقدر حرفای خوب میزدیم. حالا بعد از 38 سال انقلاب ببینید دو جریان چپ و راست، اصلا جریان سومی وجود نداره. جالبه چرا بعضی وقتا یه افرادی رو هم درست میکنن، مثلا حالا مثلا میان دولتی رو به اسم خب حالا اعتدال درست بکنن. خب اعتدال یعنی چی؟ یعنی هر دو جریان رو قبول داره، یعنی هم اصولگرا رو هم اصلاح طلب رو. باید چه کار کنه؟ باید برای حفظ تثبیت موقعیت این دو تا جریان کوشش بکنه. کابینش کیا میشن؟ از دو تا جریان میشن. پس مردم چی؟ مردم اینجا این وسط کشتن. جوونا چی؟ جوونایی که گول خوردن به اینا رای دادن و خلاصه این وسط کشتن. اون کسانی که اومدن رو آرمانهای خودشون شعار دادن، مثلا دفاع کردن، یه مدت وقتی میرن جلو میبینن نه بابا خبری نیست. من خیلی از این جوونا با من ارتباط دارن، صحبت میکنن، با هم صحبت میکنیم. خب خیلی هاشون مثلا امیدوار بودن، حالا یه دفعه مثلا شما از بالا پرتشون میکنید پایین. ببینید ما 38 سال انقلاب کردیم، انقلاب خوب بود، انجام درصد هم مخالف این انقلاب باشن. مخالف انقلاب میگم نه این انقلاب اولا، اتفاقاتی که بعد از انقلاب اول شکل گرفت، یعنی از دهه اواخر دهه اول و اوایل دهه دوم تا دهه آخر دوم و دهه سوم و الان که ما وارد 38مین سال انقلاب شدیم و این انقلاب شکل گرفته. من میخوام بگم دو تا جریان در این کشور به هیچ وجه اجازه نمیدن. مگه اول انقلاب با ملی مذهبی‌ها همین جریان چپ یا جریان‌ها چیکار کردن؟ یا با نهضت آزادی یا با احزاب دیگه
اصلا اجازه ندادن بهشون. میرن دور مسئولین رو میگیرن، احاطه میکنن و دیگه اجازه نمیدن جریان‌های دیگه نفس بکشن. حالا من این حرفا رو میزنم، شاید انواع و اقسام توهینا رو هم به من بکنم. تو طول این مدت بارها گفتم تا انتقاد میکنید میگن بابا اینا جالبه، به این ور انتقاد میکنی میگن اینا حاکمیتی هستن، از اون ور انتقاد میکنی میگن اینا مثلا با چپی ان، اصلاح طلبن، مغزشون کار نمیکنه، بیدینن. عملا تو خیلی از جاها همین اصولگراها یا همین اصلاح طلبایی که الان هستن به من میگن تو بیدینی، میگن شما تفکرات نمیدونم مارکسیستی داری، نمیدونم تفکرات کمونیستی داری، یا مثلا طبقه ضعیف جامعه داری دفاع میکنی، یا مثلا فلان. حالا من میخوام بگم بابا چیتون شده؟ افراط و تفریط تو این جامعه ما چه داره میکنه با ما؟ 38 سال انقلاب افتاده، چرا نباید حالا کم کم به طرفی بریم که این قانون اساسی که آقایی شکل دادن یه تغییراتی درش ایجاد بشه؟ امام خودشون فرمودن، مقام معظم رهبری هم همینطور، که هر نسلی که میاد بالاخره باید دنبال تغییراتی باشه. امام در سخنرانی بیزرهای خودشون میگن اون زمان، میگن پدران ما چه کاره بودن که برای ما تصمیم بگیرن، الان باید ما برای خودمون تصمیم بگیریم. ببخشید من این حرفو میخوام به جریان دو تا جریان بزنم. اصولگرا یا اصلاح طلب یا سنتی های چپ یا سنتی های راست چه کارن که برای ما تصمیم بگیرن که ما پدران ما هستن، تصمیم بگیرن که مثلا ما آینده چجوری باید زندگی کنیم. آقا ما میخوایم اصلا یه جوری زندگی کنیم که خوشمون بیاد، ما میخوایم آزاد زندگی کنیم، ما میخوایم دنیای آزاد داشته باشیم، ما میخوایم دنیای بدون مرز داشته باشیم، ما میخوایم با همه دنیا ارتباط داشته باشیم. خب حالا جالبه همه‌شون هم شعارهای مدرن میدن. اگر شما با چپ و راست تو این کشور صحبت کنی، هر دو تیپی که 38 سال انقلاب دستشون بوده میان حرفای مدرن میزنن، حرفایی میزنن که 4 تا جوانو فریب بدن، 4 تا مثل منو فریب بدن، 4 تا مثل دیگرانو فریب بدن، تو رأس الحکومت قرار بگیرن. من تحلیل من اینه که اگر خطی به نام خط سوم یا جریانی به نام جریان سوم تو این کشور بخواد شکل بگیره، به هیچ وجه اجازه نفس کشیدن دو جریان بهش نمیدن، مطمئنا حذفش میکنن. حالا یا با انگه‌هایی که بهش میزنن، یا با برخوردهایی که باهاش میکنن، یا با اون جریان‌ها کاری میکنن این جریان‌ها اصلا جرأت حرف زدن دیگه نداشته باشن. حالا جالبش تو اینه هم چپ سنتی و هم راست سنتی هر دوتا پشیمونن، میگن عجب کاری ما کردیم، ما اول انقلاب مثلا اشتباه کردیم، ما دهه دوم انقلاب اشتباه کردیم، دهه سوم انقلاب اشتباه کردیم. یعنی ما 38 سال داریم تاوان اشتباهات این دو تا جریان رو تو این کشور ما میدیم. چرا ما باید بدیم؟ ما ایرانی ها باید برای خودمون تصمیم بگیریم، باید به ما اجازه بدن حرف بزنیم، باید به ما اجازه بدن جوان‌ها اینقدر به ما فشار میارن، یعنی خدا گواه انواع و اقسام بلاها رو سر ما میارن تا ما تعطیل بشیم. چرا؟ چون حرف میزنیم، انتقاد میگن نکن. چپ و راست تو این مملکت میگن اگه حرف بزنی باید خفه شی، میگن خفه شو. به قول خودشون سوم انقلاب یا بعد، خب ما چیزی نداریم که بخوایم اصلا بابا چی میگم باها داده نشده. خب اینا همه مشکلاتی که برادر عزیز من در خدمتتون هستم. آقای معیدی خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که حالا خیلی زیبا، دستتونم درد نکنه، این
چپ و راست رو برای ما تبیین کردید. اما اجازه بدید من از آخر بیام اول و یک گله‌ای بکنم از شما و اون هم اینه که ببینید چرا کسی باید به ما اجازه بده. مگر در زمان شاه بنا بود که به مردم اجازه انقلاب بدن؟ نه، مردم آمدن توی خیابون. من فکر میکنم که تا زمانی که مردم مطالبه محور نباشند هیچ چیزی درست نمیشه. بله اون دو طیفی هم که شما ازشون نام بردید اون بالا هستند و کماکان. مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم که آقای ایکس که 38 سال وزارت کرده، این تفلکی اصلا معاون وزارت هم دیگه نمیتونه باشه، چون فقط بلد وزیر باشه، کار دیگه ای بلد نیست بکنه. اما ما جوگیر میشیم، ما احساساتی میشیم تا دم انتخابات، تا سر انتخابات رأیمون رو که انداختیم دیگه همه چی فراموش میشه. مثلا در 7 اسفند ملت اونجوری اومدن وسط، ولی تا امروز خود شما توی روزنامه‌تون چند بار تیتر زدید که آقای عارف شما در مجلس چند تا نطق کردید؟ اینو مردم کرد. حالا نه مثال میزنم، شما یه نوعی خودم رو میگم، تمام انتقادا رو میزنیم، ما خودمون این کارو میکنیم. عرضم به حضورتون که یا مثال آقای فومنی عزیز، مگه ما چند تا حزب مثل شما داریم؟ اگر من اولش گفتم که بازی نمیدن به خاطر این بود. مگه ما چند تا حزب داریم مثل شما؟ اصلا چقدر از مردم میرن توی احزاب؟ چقدر اصلا مردم براشون اصلا مهمه؟ میدونید میخوام خدمتتون عرض بکنم که تا زمانی که من جلسه اولی هم که تو برنامه افتتاحیه‌مون بود عرض کردم که من گله اول رو از خود مردم دارم. اگر مردم می آمدند با آقای روحانی میگفتند که آقای روحانی شما در دوره قبل با این مثال که من بودم آقای منتظری رو رفع حصر کردم، در این دوره هم تلویحاً قول دادی که رفع حصر کنی. در این دوره دوباره اومدی گفتی ما در 29 اردیبهشت پای صندوق رای رفع حصر میکنیم و مردم لبیک گفتن، مردم آمدن. اما از فرداش حاج آقای عزیزم اگر مردم میگفتند آقای روحانی به اندازه 24 ساعت برای رفع حصر چه کردی؟ به اندازه 48 ساعت برای رفع حصر چه کردی؟ این اتفاقات نمیافتاد. مضافاً بر این که من اگر اون اول یک مثالی براتون زدم که مردم تصورشون این بود که قراره که حکومتی که بعد از حکومت شاه میاد حکومت اسلامیه، تو دهه اول میبینیم عزیزانی که اتفاقا هم لباس شما هم هستند تو این مملکت خشونت رو نهادی نمی‌کنن و شاید مردم انتظار نداشتن. من با یه عزیزی صحبت میکردم، ایشون از شاگردان آقای منتظری هم هستن، میگفتش که ما اصلا چیزی به اسم حکومت اسلامی نداریم. گفتم بهش که خب عزیز شما اول انقلاب نمیدونستید که ما چیزی به اسم حکومت اسلامی نداریم؟ یعنی تحلیل ها متفاوته. به همین دلیل هم هستش که من فکر میکنم که ماها یه مقداری شاید عوض شدیم، ولی تو خودمون این عوض شدن رو به بیرون انتقال نمیدیم. آقای احمدی نژاد اگر سال 84 رأی آورد شعار عدالت اجتماعی داد، یعنی خواستن نه بگن با آقای هاشمی دیگه. یا در مجلس سوم یک بحث اسلام آمریکایی مطرح شد. شاید اون موقع فضا احساساتی بود، ولی امروز واقعا فکر کنیم ببینیم که آقا یک قرائت آیا بیشتر از اسلام وجود داره؟ من دقت می‌کردم، بررسی می‌کردم، می‌دیدم از سال 57 تا همین امروزی که در خدمت شما هستیم ما 38 قرائت از اسلام داریم. اسلام آمریکایی، اسلام سرخ، اسلام سبز، اسلام رحمانی، اسلام داعشی، خب اسلام اسلامه. و شاید یک عده‌ای آقای مؤیدی میتونی بگی اصلا ببینیم واقعا ما مسلمان هستیم؟ بله میرسم به همون نقطه میرسم. میخوام بهتون بگم که تو این ببینید شما الان یه کسی بیاد پیش شما یه تراول چک 30,000 تومانی بهتون بده که خب قبول نمی‌کنید. قطعا باید پنجایی باشه که تقلبی هم باشه. لباس روحانیت هم شاید سکه رایج بود و به همین دلیل تقلبیش هم در اومد و وقتی که میرسید به امروز یک عزیزی از اصولگرایان اتفاقا الان هم در زندان هست و من مجددا آرزو میکنم که هیچ کسی به خاطر اندیشش زندان نباشه. اندیشش تو زندان نیست. عرضم به حضورتون که میگفت در سال 92 ما تحلیلمون این بود که در دهه 4 انقلاب روحانیت دیگه نمیتونه رئیس جمهور بشه. عرضم به حضور شما خب اینا چرایی داره دیگه. چه کار کردیم ما؟
شعار عدالت اجتماعی شاید یک مقداری سر مردم رو کلاه گذاشت. نظر شما چیه؟ ببینید همینطور که شما گفتید، ببینید این 38 سال اتفاق افتاده. من میخوام بگم چپ و راست تو این کشور مسئولن، باید پاسخگو باشن. حالا چه اصلاح طلب چه حالا این چپ و راست بعدن اسم خودشون رو عوض میکنن، مدرنش میکنن، بحثی من نیست. من بعدن اصلا اون رو بعد در یک جلسه مفصل راجع به اون صحبت کنم. اما ببین این نکته‌ای که شما اشاره میکنید، این مردم ما مردم خوبی هستن، مردم بسیار نجیبی هستن، مردم بسیار مهربانی هستن، مردم بزرگی هستن. ما ایرانی ها مردمان بسیار بزرگی هستن. اما این ضعف، بزرگترین ضعفی که ما داریم، ما وقتی از لحاظ مالی ضعیف میشیم یا مثلا فشار اقتصادی به ما میاد، هم به هر کاری لاجرم ناچاریم بدیم که یکیش همین بحث انتخاب کردنه. ببین ما وقتی میایم مثلا شما میان خب 4 نفر 6 نفر ما کاندیدای ریاست جمهوری بودیم، خب شما نگاه کنید مثلا 4 نفر آدم رو تایید کردن، 6 نفر رو 3 تاشون مثلا با هم می‌جنگیدن یا 3 تاشون هم خدمت شما با هم دیگه چطوری بگم با هم دیگه مثلا گل و بلبل میخوندن. یکیش مثلا در حال هوای دهه اول انقلاب بود، مثل 2-2 پاسکاری میکردن، ولی 2-2 تا تیم اصلی بودن، تیم پایینی هم 2-2 پاسکاری میکردن. بله منظور میخوام بگم اصلا اجازه ندادن افراد مثل ما تایید بشن بیان صحبت کنن یا بیان مثلا خدمت شما حرف بزنن. خب اگر اجازه بدن ما بیام تو تلویزیون، ما دیگه اون ادعای اول اقرار نمیگه 2 روز صحبت کنیم همه متفاوت، نه، اجازه بدن همه بیان صحبت کنن. آقا مخالف موافق. من معتقدم اگر یک جامعه، یک نظام بخواد موفقیت پیدا بکنه، باید حتی به منتقدش هم اجازه حرف زدن بده، اجازه بده حرفش رو بزنه، بعد اینکه حتی مخالف انسان صحبت بکنه. امیرالمومنین مینشست مخالفش میومد حرفش رو میزد، توهین هم بهش میکرد، ولی چیکار میکرد امیرالمومنین؟ یعنی مخالفش رو میگرفت یا باهاش برخورد میکرد یا از بینش میبرد؟ نه، مگر اینکه اون فرد حمله بکنه یا بیاد مثلا از لحاظ امنیتی بیاد حمله بکنه، اسلحه برداره، شمشیر برداره، مثلا میخواد بکنه حالا تو شکم طرف یا میخواد حمله کنه کنترلش بازدارندگی داره. منظور من میخوام بگم ببینید جناب آقای مایدی، من با بعضی بحث‌های شما، حالا بعضیش موافقم بعضیش مخالف، تو این بخشم. بحث من اینه که شما چپ و راست رو غسلش ندید. یعنی شما دارید اینا رو مبرا میکنید، میگید نه چپ و راست، مثلا چپ آدم‌های خوبی بودن، راست آدم‌های خوبی بودن، همه خوبن، پس دیگه چه کسی برای همه جو گل و بلبل دیگه، درسته؟ ما نباید اینو بگیم. ببین من مردم مردم بد نیستن. نه منظورم من مردم به خاطر اینکه مردم مطالبه نمیکنن. شما چند تا مثال مطالبه محوری رو برای من بیارید. مردم مطالبه میکنن، اما کی باید جواب بده؟ مردم وظیفه‌شون رو انجام میدن. آقا قبل از انتخابات شعارای میده، مثلا آقا من اعلام میکنم بله میکنم، خب مردم هم میان رأی میدن، مردم میگن خوب این آدم خوبیه دیگه، حتما میخواد بیان این کارا بکنه. همین که رأی آوردیم مردم کجا؟ حزبا کجا؟ فلان کجاست؟ اصلا من حزبی نیستم، من مردم نیاوردن منو، من فلان نیاوردم، من چون خوشگل بودم، چون خوشتی بودم مردم به من رأی دادن. حاج آقا شما غیر از عذرخواهی میکنم، شما غیر از روزنامه خودتون که میگید ورود کردیم، یه دونه دیگه روزنامه برای من مثال بیاری که نوشته آقای عارف شما از اول مجلس تا دم انتخابات، چون بعد از تو دوران انتخابات یه نطقی کرد، چند تا نطق پیش از دستور داشتید؟ ببینید افراد مثل آقای عارف، نه عارف رو مستاق دارم میگم ها، نه مستاقی من میگم، نه تنها ایشون، حالا ایشون که بنده خدا خب حالا بالاخره انسان خوبی هست و من کاری به اون خوب بودن آدم‌ها ندارم. یک مدیر خوب، یک آدم خوب هیچ وقت مدیر خوبم نمیشه، دلیل نمیشه که چون آدم خوبیه مدیر خوبی باشه. اما من در کل میخوام بگم، من کاری به ایشون ندارم، به بقیه هم دارم میگم، یعنی حتی به خودم هم دارم میگم، کاری به دوستان دیگه ندارم. بحث من اینه که این مایی که ادعای اینو داریم که ما آزادی
مثلا معتقد به آزادی بیان هستیم، معتقد به آزادی خدمت شما فرهنگی اجتماعی یا آزادی مثلا اقتصادی، مسائل مختلف اینا هستیم، چرا وقتی به خودمون میرسه میگن برای همسایه خوبه، میگن اگر مثلا زلزله بیاد سر همسایه بریزه خوبه، اما زلزله برای من بیاد خوب نیست؟ ببین این تناقض جریان، دو جریانی که تو این کشور حاکمیت دارن، این دو جریان و بقیه هم همه سرکاریم، یعنی ما رو چیز کردن، ما همه سینه زنیم، از اون طرف ما رو برای سیاهی لشکر میخوان، بقیه خودشونن. ببین 38 سال انقلاب شده، شما توجه کنید که خب تو همین انقلاب چه اتفاقاتی میفته، بزرگترین اختلاسات تو این انقلاب اتفاق میفته. شما در هر دهه 2-3 تا اختلاس افتاده، بزرگاشو مثلا مثال بزن، و اینا رو کیا شکل میدن؟ همین دور و بریای دو تا جریان هم دیگه، کسی دیگه نیست که. ببخشید من آدم عادی مگه میتونم برم اختلاس کنم؟ من میدونم الان این حرفایی که دارم میزنم برای من تبعات داره، من میدونم آقای مؤیدی من یه حرفایی که دارم میزنم آقایون به من فحش میدن، چپ و راست توهین میکنن، همه مسائل رو میگن، منو تهدید میکنن، نمیدونم زندان میبرم، فلان میکنم، همه این اتفاقات میفته. ولی وظیفه من چیه؟ روشنگری. وظیفه شما چیه؟ روشنگریه. ما وظیفه داریم، بنده به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه دارم که انتقاد بکنم، حرف بزنم، امر به معروف و نهی از منکر. اصلا حزب یعنی همین. کجا به ما اجازه امر به معروف و نهی از منکر میدید؟ نمیدید. من میخوام بگم که این انقلاب نیاز به یک استحاله داره، این انقلاب نیاز به یک تغییر داره، نیاز به یک دگرگونی داره. این قانون اساسی باید بخشیش توش تغییرات ایجاد بشه. قانون اساسی رو بیایم 2 مرتبه به رأی بذاریم، اشکالی نداره، مخالف و موافق بیان حرفاشون رو بزنن. ما ببخشید 38 سال قبل مثلا عده‌ای برای ما اومدن تصمیم گرفتن این قانون رو نوشتن، اشکالی نداره، ما قانون خوبی بوده تا الان هم میشود. حالا ما میخوان این قانون یه تغییراتی درش ایجاد بشه، چه اشکالی داره؟ خوب تغییر بشه، بیان این قانون رو عوض بکنن. مردم، اونم مردم میان رأی بدن، مردم گفتن نه، همه باید تابع باشه. حالا مردم هم به 2 قسمت تقسیم میشن. خب عده‌ای به قول خودمون مثلا روشنفکر، تحصیل کرده فلان، عده‌ای دیگه هم مثلا آدم‌های حالا یه مقدار سطحی نگر یا مثلا سوادشون پایینه یا اینا میان تقسیم بندی اینجوری مثلا میکنن. من معتقدم که تا ما مردم ما خود ما درست نشیم هیچی درست نمیشه. ما اگر میخوایم درست بشیم باید مردم درست بشن. من یه زمانی یه مسئله رو جایی گفتم خیلی جالب بود، اون حالا دیدم حتی بعضی از همین روشنفکران به من حمله کردن. گفتم آقا شما میگید مردم، خب مردم یه بارم بیان به مثلا و چه اتفاقی میفته؟ آقای مؤیدی من صدامو دارید دیگه؟ بله 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 در خدمتتون هستم. ببینید قبلا خب قبل انقلاب طرف میومد تو خیابون داد میزد، شعار میداد، زندان میرفت، فلان میرفت. خب الان مردم هم جرأت چه آقای روحانی کنه فردا فلان قضیه رو بیاید فلان. شما چند درصد اینو پای کارن؟ نیستن. شما تو قضیه خب سال قبل هم دیدید چه اتفاقی افتاد. پس ببین اونایی که میان رأی میدن فقط میان کاغذ رو میندازن تو صندوق دیگه، به بعد رأی کاری ندارن. یعنی اگر این فرد
هر کاری بخواد بکنه ما کاری نداریم، بده بکنه، ما رأی دادیم وظیفمون انجام. نه، اتفاقا این اشتباه این فکر که ما وظیفمون انجام دادیم، رأی دادیم، حالا باید اون مسئولی کارا رو بکنه. ما باید مطالبه گری بکنیم، بریم آقای رئیس جمهور ما به تو رأی دادیم 20 چند میلیون، 23 میلیون، 24 میلیون، شما وظیفته شورایی که داری اینو باید عملیاتی کنی. نکردی ما حتی شده بر علیه اون رئیس جمهور هم بیایم شعار بدیم، باید بیایم تو خیابون، باید بیایم مثلا تو اعتراض خودمون رو اعلام بکنیم. این جرأت رو کسی داره؟ کسی جرأت این کار رو نداره. پس ببینید این رأی دادن هم فایده‌ای نداره. من معتقدم رئیس جمهور تو این کشور بیشتر شبیه، حالا اسارت نکنیم، شاید یه تدارکات چیه، خیلی هم چیز نیست، اختیارات هم داره ولی میترسه از اختیاراتش استفاده بکنه. خب در قانون اساسی رئیس جمهور یه سری اختیارات داره. تا الان این رئیس جمهورایی که اختیارات داشتن در زمان آقای خاتمی، در زمان آقای احمدی‌نژاد، در زمان آقای روحانی، در قبل ایشون آقای هاشمی، در چه مواردی از قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور درست استفاده کردن؟ آقای منتظری نامه‌ای رو اوایل همون موقعی که آقای خاتمی رأی آورد، من یادمه یه نامه‌ای رو برای آقای خاتمی نوشت. گفت تو 22 میلیون رأی اون مملکتی. خب تو حالا 22 میلیون رأی آوردی، تکلیفت چیه؟ آیا میتونی قانون اساسی رو همه رو اجرا بکنی یا نه؟ خب در جوابش چی شد؟ جواب داده نشد. یعنی رئیس جمهور ناچاره که به خاطر حفظ موقعیت خودش با بعضی‌ها تعامل کنه. آقای اکبر اعلمی عرضم به حضورتون که اومده بود بررسی کرده بود، گفته بود که 70% قانون اساسی یا تعطیله و یا معطل. من دو نکته رو خدمت شما بگم و بعد میخوام بیام روی اصلاحات. عرضم به حضورتون این که فرمودین اجازه نمیدن یک خط سومی شکل بگیره. ببینید اگر سال 57 وقتی که در قم، سال 56 اشتباه نکنم، در قم تظاهرات شد و اون کشته ها رو داد 19 دی فکر میکنم، 40مشو بردن تبریز. یعنی این قدم به قدم انجام شد، مردم کنار نرفتن. حالا خوشحالم که ما آخرش باز به یک نتیجه با هم رسیدیم. مضافاً بر این که یک داستانی رو براتون روایت میکنم. یک عزیزی یک جایی صحبت میکرد توی جلسه، میگفتش که هیچ کسی قد همنسلی های من دلش نمیخواد که این انقلاب به نتیجه برسه. چرا؟ چون فرزند من هی سوال میکنه از من. و یک نکته ای رو گفت خیلی جالب بود. گفتش که در کشور مذهبی ایران یک شورای نگهبانی وجود داره که حالا این اومده و حفاظت بکنه از حالا یه جورای اسلام و قانون اساسی. اون 6 نفری که تایید صلاحیت میشن 5 تاشون مشخص شده غیبت میکنن، دزدی کردن، مال مردم خوردن و قص الهازا از این تیپ مسائل که خب اینها بده. و اگر ما دغدغه دین رو و کشورمون رو داشته باشیم بالاخره یک جایی باید برخورد بشه. من به یک عزیزی میگفتم که این عزیزان روحانی، این امامه‌ای که بر سر دارن، یه وقتایی قرار بوده که بکوبنش به زمین و متاسفانه ما این رو نمیبینیم. یعنی ببینید آقای فومنی، شما از طیف خودتون خیلی کم میبینید، کما اینکه اصلا شما چند تا الان ما روحانی مگه چقدر داریم؟ تعداد روحانیون هم به نظر من خیلی ریزشگره، یعنی شاید ما کمتر داریم میبینیم. این اولین مورد. دومین مورد، ببینید امسال ما 20مین سال عمر اصلاحات رو داریم. یعنی اگر فرض کنیم که آغازش با ریاست جمهوری آقای خاتمی و حالا من با هر عزیزی بسته به اون طیفی که احساس میکنم بهش علاقه داره میریم ریشه یابی میکنیم. مثلا اگر آقای معتضد هست میریم به لحاظ تاریخی. و یک موردی رو هم عرض کنم خدمتون، ما به این نتیجه رسیدیم، عزیزانی که امروز دارن کمک میکنن برای این خط سوم، بچه‌های نسل انقلاب، حالا من سنم براشون گذاشتم، مثلا گفتم 56 57 58 تا 60، این عزیزان که امروز احساس کردن که ای بابا نمیشه که ما یه ساختمونی رو بسازیم بعد بگیم ولش کن، یا ما نساختیم یا اصلا ولش کن. اینها عرضم به حضورتون که ما معتقد هستیم که امروز خط سوم
دکترین امنیت ملی ایران میتونه باشه، دکترینی که حافظ منافع ملی ما در خارج و ایجاد کننده رفاه اجتماعی در داخله. حالا این چجوری میتونه متبلور بشه؟ خب الان داریم برنامه میذاریم با همه عزیزان از طیف‌های مختلف صحبت میکنیم. دقت کردید فرمودید تو صحبتاتون خودتون هم که ما به لحاظ فرهنگی فرهنگ دفع داریم، فرهنگ جذب نداریم. ما سعی میکنیم که روی جذب کار بکنیم، یعنی روی مشترکاتمون صحه بذاریم. به خاطر همین یهو میبینید بنده ممکنه برم مثلا با آقای خسرو معتزد صحبت بکنم، از این طرف با آقای مثلا بادکوبه‌ای صحبت بکنم، با شما صحبت بکنم. 2 روز پیش با یه خانومی صحبت میکردم، ایشون در امریکا هستن، از شاگردان آقای طاهری، یه بعضی جلسه حقوق بشری داشتیم. به من گفتش که آقای مایدی اگر فکر می‌کنی لازمه من روسری سرم کنم. گفتم نه خانم لازم نیست. من اگر معتقد به یک سری از آزادی هستم نباید آزادی تو رو بگیرم. تو اگر صلاح می‌دونی که من در داخل چون دارم چیز می‌کنم شرایط به چه صورتیه بذار، اگر نه من اصراری ندارم. حالا بریم با شما و این اصلاحات رو ریشه یابی بکنیم. ایرادی پیدا کرده یا خیر آی فومنی؟ آسیب خورده بهش؟ این درست تو این 20 سال میخوام ببینم آسیبی بهش خورده؟ به اصلاحات در 20 سال گذشته. امروز مثلا فرض کنیم که 20مین سالش هستش. میخوام ببینم که در این 20 سال اصلاحات بهش خورده، آسیبی بهش خورده یا نه؟ فکر وجود داره؟ من میخوام از شما بپرسم. نه من واقعا به سوال برای من اصلاحات یعنی چی واقعا؟ کشور ما شما میفرمایید که 20 ساله، خب الان داریم نزدیک میشیم به 20مین سال. یعنی میخواید بگید اصلاحات مرده؟ نه اصلاحات مرده، اصلاحات نمرده. نه همون گفتمانه رو میخوام بگم. ببینید من اصلا میخوام چپ و راست، یعنی اصلاح طلب و اصولگران ما نداریم، این همه با هم قاطی هم. مشکل من اینه، من دارم میگم آقا تو این مملکت اینا همه با هم فامیلن. من چی بگم؟ من میگم چپ و راست شما دستشون تو یک کاسه است. اصلا من اینه. حالا اون که شما میفرمایید تو این 20 سال چه اتفاقاتی افتاده مثلا تو این کشور، میشه به من بگید؟ مثلا ببخشید کسی الان نرفته زندان، یا روزنامه‌ای تعطیل نشده، یا مثلا جلوی آزادی بیان آزاد شده همه میتونن حرف بزنن. مثلا چه اتفاقاتی افتاده؟ الان شما تو همین پریرو دیدم یکی از این مسئولین گفته ما مثلا زندانی سیاسی نداریم. واقعا ما زندانی سیاسی نداریم این کشور؟ نه. ببینید حالا شما میگید 20 سال اصلاحات وجود داشته. وقتی 20 سال اصلاحات وجود داشته باشه خیلی چیزا باید درست شده باشه. یا 20 سال مثلا حتی اصولگرایی هم باشه، خب بالاخره تبعاتش مال اصولگرا. من میخوام بگم ببینید یه مقدار از واژه اصلاحات سوء استفاده شده. هر کسی اومده یه جوری تفسیر کرده اصلاحات رو. این بده. من دارم میگم اصلاحات، ببینید خیلی کارا باید میکرد. من اون زمان یادم یه جلسه ای رو خدمت آقای خاتمی رسیدم، از طرف آقای کروبی رفته بودم که یه مطلبی رو از طرف آقای کروبی به ایشون برسونم. در یه مطلبی بود. خب من با ایشون که صحبت میکردم و اینا، اصلا یه جوری بود که واقعا مثلا که شخصی که محور اصلاحات یا مثلا رهبر جریانی مثلا فلان باشه، اصلاحات باشه، خیلی مسائل رو با دقت مثلا چیز میکنه یا صحبت میشه فلان میشه. دیدم ایشون اصلا از اون حرفایی که زده شد هم واهمه داشت، یعنی وحشت داشت از اون حرف. یا مثلا اون زمان آقای منتظری یا خیلی از آقای دیگه نامه نوشتن که شما مثلا باید این کار رو انجام بدید، خب حالا چون نکرد. بالاخره اصلاحات میشه اصلاحات حاکمیتی. درسته آقای مؤیدی؟ بله. نه من میخوام بگم آیا این اصلاحاتی که وجود داره اصلاحات حاکمیتی نیست؟ متاسفانه بله. خب اصولگرای حاکمیتی دیگه، درسته؟ اصلا میخوام بگم اونا که اصلا به هیچ اصولی پایبند نیستن. اینا اصلاح طلبان منفعت طلبن. بعد حاکمیتیه. بله. اصول نیست. حالا جالبه همین آقایونی که اصولگرا هستن، جالبه بعضی از اینا اصلا اصول هم قبول ندارن، چی برسه به مسئله دیگه. حالا جالبه این طرف هم
بعضی از دوستان اصلاح طلب ما هم اصلا اصلاحات رو قبول ندارن. یعنی بحثشون اینه که ما باید حکومت یا قدرت دست ما باشه، باید کار کنیم. پس تا زمانی که ما حقوقمون رو میگیریم، کیفمون رو میکنیم، ایشونو شروع میکنیم، پس دمش گرم اصلاحات هست و حاکمیت هست و ما با این حاکمیت حال میکنیم. از اون طرف اصولگراها هم همین حرفو میزنن، میگن بله دمش گرم، ما که راحتی حقوقمون رو میگیریم، پولامون رو میگیریم، خونه‌هامون رو داریم، ایشونوشمون هم که میکنیم، بچه‌هامون هم که الحمدلله یا تو خارج زندگی میکنن یا تو خیابون، یا مثلا بعضیاشون تو خیابون‌های تهران دور دور میکنن با ماشین‌های آخرین سیستم، یا مثلا چپ و راست دارن. جالبه 99% از بچه‌های همین دو جریان ببینید کجا. من واقعا این درد منه آقای مؤیدی. من میگم ما باید یک جریان سوم ایجاد بکنیم، یه خط سومی که به این دوتا نبگه. این دوتا باید بشینن سر جاشون. ما نسل جدید باید بیایم این دوتا رو بذاریم کنار. بابا تو چقدر همه سنا بالا، تو کی میخواید شما مثلا ادامه بدید؟ حتما تا اون موقعی هم که دستتون اینجوری میلرزه اصلا دستتون میخواد ادامه بدید. این چه اصولگراییه؟ حالا این چه اصلاح طلبیه که مثلا طرف اینقدر سال سن داره ولی حاضر نیست از مثلا پست خودش بره کنار. همین دولت آقای روحانی عزیز خودمون که بهش رأی دادیم، خیلی هم دوستش دارم، من سوال میکنم چقدر تا الان دولتش به جوانها بها داده؟ چند تا وزیرش جوان بودن؟ چند تا وزیرش؟ تمام جوونا چیه؟ تمام اعضای ستادش دوره قبل گلهشون این بود از فردای انتخابات جوابشون رو نمیداد. تلفن‌ها رو جواب نمیدادن. یعنی بله. الان از چندین شهرستان به من زنگ میزنن. من که کاری نبودم تو انتخابات، اصلا وارد این بازی نشدم که حالا بیام از این حمایت کنم یا از اون. نه، یه چیز کلی ما هستیم. جوان‌ها زنگ، پیام‌هایی که برای من میاد تو تلگرام، تو حالا خدمت شما کانال‌های مختلف، از من درخواست کار میکنن، میگن ما در ستاد آقای روحانی فعالیت کردیم، به ما هیچی ندادن. ما از گشنگی، یکیشون من نامش رو اگه بخواد حاضرم حتی اون متنم براتون بفرستم ببینید چه اوضاعی ما داریم. فقط برای رأی میخوایم مردم. بابا این خیلی بده. بابا تا کی ما نسل جدیدیا باید این نسل قدیمی ها رو تحمل کنیم؟ تا کی باید ما اینا رو تحمل کنیم؟ بابا تا کی اینا میخوام بخورن؟ آقای ایکس، آقای ایگره، بابا تو معاون رئیس جمهور بودی، تو فلان بودی، نماینده مجلس هم هستی، حالا تازه عوض شهردار شدن هم میکنی. یا آقایی که میرید دست مثلا فلان علما رو میبوسی. من اصلا کاری به این ندارم بوسیدن، حالا عالمش کی بوده نبوده، من اصلا بحثم این نیست. من بحثم اینه که تا کی این مسئولین ما باید چاپلوسی کنن به خاطر به قدرت رسیدن؟ تا کی باید دستبوسی کنن تا پابوسی کنن، یا کمرشون رو خم کنن جلوی رقیبشون که مثلا بهش احترام بذارن، تعظیم بکنن؟ بابا به قول آقای طالقانی، خدا رحمتش کنه، خدا بیاد، آقای طالقانی میگه ما انقلاب کردیم که این دستبوسی ها از بین بره، یعنی کسی خم نشه، دستبوسی نکنه. ولی جالبه چه اتفاقاتی داریم ما میبینیم. طرف تا مرفق خم میشه، میخواد تعظیم بکنه، میخواد دست ببوسه. خب ببین، تا زمانی که مسئولین ما یا همین آدمای ما اینا باشن، مجلس ما لیست امید باشه که میدونید دیگه میبینیشون، یا اصولگراهامون اونجوری باشن، لیستا با پول بسته شه، پول بگیرن 2 میلیارد بذارن تو لیست، بگن تو برو تو شورای شهر 2 میلیارد بعد بدی، رفتی تعهدم میدی من باید شهردار بشم، پدرت در بیارم ولی من شهردار نشم. مجلس میخوای بری، من باید بشم رئیس مجلس یا من باید بشم فلانا، حواست باشه پدرت در بیارم، باید فلان وزارت خونه، فلان وزارت خونه مال ما باشه، فلان راند، فلان پول، فلان اسکله نه، فلان نمیدونم چیه گاز، اینا باید مال ما باشه ها. سر کمیسیون های اقتصادی با هم دعوا میکنن نماینده‌های مجلس.
شما برید ببینید تو مجلس چه خبره موقعی که میخوان کمیسیونا رو تأسیس کنن. و متاسفانه دیگه کاملا درس هم کرده به بیرون، یعنی دیگه همه ازش خبر دارن، اصلا جزء افتخارات شده. ببین آقای برادر عزیز، من میخوام بگم من خیلی از این نماینده‌ها خب رأی آورده، از من میپرسن تو کدوم کمیسیون بریم به نظرتون پول توش در بیاد. من خندم گرفت، یکی از این از من پرسید، گفتم که خودت تشخیصت چیه؟ گفتن کمیسیون مثلا بری اقتصادی بهتره، کمیسیون مثلا عمرانی بری بهتره، کمیسیون فلان. گفتم چرا؟ گفت چون وزرای اونجا بودجه‌های کلانی دارن، خب همونجا خفتشون کنید، 2 تا سوال ازشون کنید جرئت نمیکنن، میگن بیا فلان رانت رو بهت میدیم برو خفه شو حرف نزن. راجی تا ما اینا رو داریم آقای فومنی، تا ما این مردم نجیبی داریم که 38 سال میان با این شکل رأی میدن دیگه. چه میخواید شما؟ حاج آقا خب الان یعنی میخواید بگید خانه از پایبست ویران است. اما یه سوالی، اگر سال 76 2 خرداد حجت الاسلام و المسلمین محمد زاره فومنی رئیس جمهور میشد و میشست جای آقای خاتمی، چه میکرد؟ یعنی خاتمی چه کار باید میکرد که نکرده؟ من اگر جای آقای خاتمی بودم تکلیفم رو روشن میکردم، میگفتم بالاخره من رأی آوردم، من رئیس جمهور قانونی، من مسئول کسی هستم که قانون رو باید اجرا بکنم، نه اینکه بیام بشینم باتون چاق سلامت کنم، مثلا با هم دیگه بریم استخر، با هم دیگه بریم پیکنیک با هم دیگه. بابا تو رئیس جمهور شدی نیومدی پیکنیک که. یعنی میخواید بفرمایید به رأی خیانت شد؟ من نمیگم به رأی. ببینید من دارم میگم افرادی که انتخاب میشن بعد یادشون میره، شاید فراموشی میگیرم. من نمیگم خیانت. ببین خیانت 2 نوعه، یه نوع با جهله، یه نوع آدم واقعا بدون جهله. یه وقت من جاهلم، خب من آقا ببخشید یه خیانتی کردم ولی نمیدونستم اصل این خیانت چی بوده، درسته؟ من نمیدونستم، ولی یه وقت دانسته میرم این کارو میکنم. و وقتی خودت داری میگی من در هر روز 9 روز نمیدونم فلان داشتم، یا آقای روحانی میاد میگه من هر روز برای من دردسر درست میکنم، و بیا یه شفاف با مردم همینو صحبت کن. بگو مردم من نمیتونم، من استعفا میدم، مثلا مثال میزنم، من نمیتونم اینجوری ادامه بدم. و وقتی همه تو کار من دخالت میکنن، وقتی رئیس جمهوری که تو این مملکت قانون رو نتونه درست اجرا بکنه به درد چی میخوره؟ و بعد بگو اومدیم پیکنیک دیگه، اومدیم با هم بگردیم، با هم دیگه میخوریم، دستامون توی کاسه است، به تو هم میگیم تو ساکت باش، به تو هم میگیم تو ساکت باش، با هم گل و بلبل. آخرش هم میشه همین که میبینی، عاقبت این شکلی میشه. حالا آقای فومنی عرضم به حضورتون که چون فضایی که زوم به ما اجازه میده زمان داشته باشیم برای 1 ساعت هست، اول اجازه بدین یک قولی ازتون بگیرم که ما هفته 1 بار در خدمتتون باشیم و این مسائل رو شما تبیین بفرمایید برای روشنگری. فارغ از، البته من میدونم شما تا الان هم براتون اهمیتی نداشته، کما اینکه شاید یک 5% رو فرض کنید که من دیده باشم که شما چقدر مورد لطف دوستان قرار میگیرید، اما ما مثلا هفته 1 بار 10 روز 1 بار در خدمتتون باشیم، اجازه بدید که مزاحمتون بشیم که این موارد تبیین بشه. اگر معتقد هستیم که باید خط سومی شکل بگیره، من 10 تا اسم میخونم برای آخر برنامه. شما اگر ممکنه در حد 1 کلمه یا 1 جمله، فقط خواهشاً چیزتر نشه، نظرتون رو در موردشون بفرمایید. من در خدمتتون هستم انشاءالله به مرور. من در خدمت شما دوستان هستم. ما باید حرکت نوینی رو شروع کنیم، ما خط سوم رو باید تقویت بکنیم و حتما باید دنبال این قضیه بریم و من هم در خدمت شما دوستان هستم. تمام این مطالبی که گفتم میدونم چپ و راست به من خواهند تاخت و میتازن و تو اینایی میکنن یه درصدی بالاخره منو از خیلی جا حذفم میکنن، حتی از پست ها جاهای مختلف اصلا اجازه ورودم به من نمیدن. ولی من به خاطر کشورم، به خاطر مردمم، به عشق جوانانم، به عشق جوانان مردمم، به عشق جوانان کشورم، به عشق ایرانم، من حاضرم جانم هم فدا بکنم تا ایران
ایرانی همیشه سربلند باشه، خم نشه دست کسی رو بده. خدا حفظتون کنه. آقای فومنی قبل از اون یه سوال بکنم، فرمودین غیر از آقای منتظری دیگر علمای هم بودند که در حصر رفتن در قم؟ من متوجه نشدم. بله، عرض کردم که فرمودین غیر از آقای منتظری در اون بازه زمانی علمای دیگه هم بودن که به حصر رفتن، یا کل دهه اول و دوم رو می‌خواستین بگین؟ نه ببینید در 2 دهه خب اول علمای زیادی هم در حصر بودن دیگه. حالا ما اسم نمیخوام ببریم، کسانی بودن که حالا حتی بعضیاشون تا همین اواخر هم زنده بودن یا فوت کردن یا از دنیا رفتن. حالا بالاخره بودن دیگه. حالا اینم حرکت‌های رادیکالی بود که در دوره اول اتفاق افتاد، یعنی اون تفکر چپ رادیکالی و تفکر راست رادیکالی که بعداً به وجود اومد، همین اتفاقات شکل گرفت دیگه. حالا الحمدلله به این نتیجه رسیدن دو طرف که خب اشتباه کردن. من اتفاقا این رو به فال نیک میگیرم، همین که پذیرفتن که اشتباه کردن و دیگه ادامه ندن، این خودش به نظر من خوبه. ولی خب باید ببینیم حصرهای بعدی چه خواهد شد، یعنی ببینیم اتفاق میفته نمیفته. آیا رئیس جمهور واقعا میتونه اصلا کاری هست که بتونه حصری برداره یا بتونه زندانی رو آزاد بکنه، یا حتی به قول معروف اجازه داره بره در زندان، از بیرون زندان ملاقات کنه با خانواده‌های زندانی، اصلا داخل هم نمیخواد بره با زندانی، اصلا جرئت میکنه بره دم در زندان ببینه کی مشکل داره کی نداره. بعد ببینیم شعارهایی که دادن واقعا جامعه عمل پوشانده شده یا نه. بله عرضم به حضورتون که خب آقای فومنی پیشنهاد خوبی نیست جان. این پیشنهاد خوبی نیست آقای چرا من یه مصاحبه‌ای داشتم گفتن که آقای روحانی میتونه رفع حصر کنه، گفتم آقای روحانی به لحاظ قانونی میتونه، منتها یه مرد میخواد این وسط. ببین من اصلا نمیخوام این کارا رو بکنه، بره دم در زندان‌ها با خانواده‌هایی که پشت در این زندان‌ها هستن از اینا دلجویی کنه، واقعا باشون صحبت کنه مشکلاتشون چیه. بله قطعاً، بله چرا که نه، من حاضرم حتی تو این راه برای ایجاد مطالبهش هم پا به پاتون هستم، چرا که نه. ببین شما میگید بشار اسد، مثلا میگن بشار اسد یادم مثلا خیلی میگن دیکتاتوره، من کاری به این چیزا ندارم، ولی جرأت داره تو ماشین میشینه میره با مردم خودش، حالا یا راست یا دروغ بالاخره میره دیگه، من کاری به اینش ندارم. حتی اگر نمایشی هم شده داره اتفاق میفته، درسته؟ میره بین مردم خودش ببینه کی بیمارستانا میره، زندانا میره، فلان میره. من میگم آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای خدا رحمت کنه هاشمی، آقایون دیگه، واقعا شما رئیس جمهور این کشور بودید، اگر شده یک بار الانی که رئیس جمهور هستید، زمانی که قدرت دارید، نه اون موقع ببخشید تو ایران خیلی جالبه، طرف وقتی قدرت داره سرتاپا موافق این نظامه و از این نظام و انقلاب و همه دفاع، همین که یه ذره حاکمیت مثلا قدرت ازش گرفته میشه یا پست گرفته میشه اپوزیسیون این نظام. جالبش تو اینه شما الان چند رئیس جمهور دارید که اپوزیسیون این نظامن؟ میتونی بگی؟ همشون اپوزیسیونن. شما اگه دقت کنید الان رئیس جمهور فعلی اپوزیسیون چیه؟ یه جورایی ضد انقلابن. نه الان خود رئیس جمهور فعلی ما انتقادایی رو داره میکنه که شاید بهت بگم مثلا خیلی از اونایی که اون برای آباد جرأت چی ندارن. آقای فومنی، من این حرفو توی جلسه عمومی بود، ما اونجا بودیم، من پشت تریبون گفتم که آقای روحانی اگر با همین فرمون بره 2 تا دیگه مناظره بذارن ایشون رسما اعلام براءت میکنه از جمهوری اسلامی. حالا من میترسم از سلطنت طلبام اعلام براءت کنه، ایشون خیلی داره تون میره. اما چون زمانمون خیلی کمه آقای فومنی این کلمات رو بپرسم. برجام چی؟ برجام سند کار خوبی بود، من برجام رو تایید میکنم به این دلیل که به نظر من ما باید با همه دنیا ارتباط داشته باشیم، هیچ مشکلی نداره. ما باید با همه مخالفین این نظام هم شده باید بشینیم صحبت بکنیم، باید بشینیم باهاشون صحبت کنیم اصلا مشکل کجاست.
اشکالی نداره. برجام به نظر من یک حادثه خوب، یک کار بسیار بزرگی که ملت ایران انجام دادن به نظر من. حسام الدین آشنا من همون بهتر بهش بگم دستبوس آقای جنتی بهتره. حزب مشارکت دیروز و اتحاد امروز، اونا که خب ادعای پدرسالاری میکنن دیگه، اونا دوست دارن همیشه رأس امور باشن و پدرسالارن دیگه، پدرسالارهایی که دوست دارن در اصلاح طلبها همیشه حاکمیت، قدرت، همه چی دست خودشون باشه دیگه. بالاخره بقیه هم دیگه بعد دارن کشکشون رو بسابن. تا این دوتا هستن الان شورای شهر بری ندیدی چه اتفاقی افتاد؟ چند نفر از یه حزب رفت. جالبش تو اینه که 50% دو تا حزب الان تو شورای شهر فعلی هست. خب خیلی جالبه. یعنی اینا رو باید حتی الان اجازه نمیدن کسی دیگه رئیس شورا بشه، یعنی شهردار بشه، یعنی که شهردار هم ما باید تعیین بکنیم. بله. از قبل و متاسفانه از روز اول شکلگیریشون این حالت رو داشتن و ما برخورد نکردیم. قدرت طلبی، پدرسالاری، نگاه‌های ببخشید چی میگن؟ رعیت، مثلا دیگران رو رعیت خطاب کردن، غرور کاذب، اینا دیگه گریبانگیر این دوستان هست دیگه. متاسفانه حرفم بزنیم میگن اینا حاکمیتی هن، اینا فلانن، اینا فلانن. ما رو به هیچ جا باور کن، ما رو به همه جا میبندن. ولی میگم آقا یه جایی که شما میگی لاغت بگیم ما بریم حقوقمون رو بگیریم که دیگه اینقدر مشکلات نداشته باشیم. خب عرضم به حضورتون که محمد زاره فومنی، من یه آزادی خوام، برام فرقی نداره. در دید من مخالف موافق همه یکسانن. میگم مخالف باید حرف خودشو بزنه، موافق هم باید حرف خودشو بزنه. من با کسی که جلوی انتقاد بیسته مخالفم و با دیکتاتورهایی که در برابر انتقادها وامیستن مخالفم. حالا میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد جانم هم گذاشتم برای آزادی کشورم و اگر هم انتقادی میکنم از سر دلسوزی است. من یه بچه کشاورزم. خدا حفظتون کنه. عرضم به حضورتون قیمتی رو بده میتونیم حرف بزنیم. میترسم این زبان ما رو ببرن دیگه، حرف هم نتونیم بزنیم. آخه ماشاءالله شما زبان تیزی هم دارید، میزنید قشنگ. آقا منصور حلاج رو وقتی بردن پایدار به میگم جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. حالا بس اینه که ما بالاخره چون حرف میزنیم به ما میگن که پست میخوام بدم، میگن نه شما خطرناکی، میخوان هر کاری بکنن میگن شما خطرناکی. میگم بابا بالاخره آیا ما رو این نظام قبول داره یا نداره؟ تکلیف ما رو روشن کنید. اگر داری حالا یه چیزی خدمتتون بگم، اونوریش هم هستا. خیلی هم ممکنه بگن آقا میخوایم بهت پست ندیم چون تو حرف میزنی و اگر بهت پست بدیم دیگه نمیتونی حرف بزنی. متأ نمیگن خب ما دونه شبش چیکار میکنه. یه عزیزی که حالا همه میشناسنشون، من نمیخوام چیز بکنم اسمشون رو هم بیارم چون ایشون رو یه عزیز دیگه بهش این حرف رو زده بود. اما عرضم به حضور جانم بفهم. یه مطلبی رو بگم خیلی جالبه. زمان دولت آقای خاتمی بود، می‌خواستن جایی یه معاون سیاسی بذارن یا یه مدیری کلی بود جایی می‌خواستن بذارن در یکی از همین استان‌های مذهبی. جالب 3 تا گزینه رو مطرح کردن. من بودم یا آقای دیگه بود یا بعد 2 تای ما رو نوشتن که چون شما حزبی هستی، چون تو حزب مشارکت، اون زمان من تو حزب مشارکت بودم، شاخه جوانان بودم، بعد تو حزب همبستگی بودم. بعد جالبش اون بعد گفتن که چون شما آدمای حزبی هستید ما نمیتونیم بهتون پست بدیم. جالبه یه وزیری در زمان ما اصلاحات منو دعوت کرد تهران، گفت فلانی همه خوبی‌ها رو شما دارید. گفت یه مشکل دارید. گفتم چیه؟ گفت شما حزبی هستید. حالا جالبش تو اینه، گفت چون شما فکراتون حزبیه، چون مثلا حزبی فکر میکنید و یا مثلا حرف میزنید انتقاد میکنید چی میکنید، ما جرئت نداریم به شما پست بدیم. حالا چرا شما اینو میگید؟ تو همین خانه اعضا حالا به شوخی بعضی از دوستانمون میگن فلانی تا من میرم تو میگه اومد، میگم بابا چرا اوه میکنید؟ من میام حرف بزنم، اگه میخواد لال بشم یه چسب بدید من تو دهنم میزنم، میشینم اونجا هیچ حرفی هم نمیزنم.
و اگه قرار باشه بیان حرف بزنیم ما حرف میزنیم. حالا جالبه چه اصولگرا چه اصلاح طلب، مثلا اصلاح طلبا که از حرف زدن من بعدشون میگن خفه شو حرف نزن. میگم چرا بعدتون میاد؟ تازه اینقدرم تهمت میزنن، میگم بزنید. من که آقای فومنی میزنینشون دیگه بابا، نقدشون میکنید. اونا هم اشتباهشون اینه که نیومدن بابت اشتباهاتی که در گذشته کردن عذرخواهی بکنن، یعنی بگن ما این رو فهمیدیم. خب معلومه بابت فقط یه چیزی ما چون خیلی زمان کم داریم. آقای مایدی دیگه تمام میشه، من یه ساعت میخوام حرف بزنم. ببین من معتقدم چرا نباید از داخل جریان اصلاحات انتقاد بشه؟ چرا بعضی میترسن از انتقاد؟ آقا ما حرف داریم برای گفتن. خب مثلا ببخشید جناب آقای خزعلی، آقا مهدی دکتر خزعلی، خب این بنده خدا حرف داره، کسایی دیگه حرف دارن. خب جریان اصلاحات باید بهشون حرفا رو بشنوه، جذب کنه، نه اینکه دفع بکنیم. 12 تا 13 تا آدم گذاشتید اون بالا میگه شورا، یکی هم مثل آقای عارف گذاشتید اون بالا که بنده خدا ببخشید مثل این چیزا اصلا حرفی نمیتونه بزنه اونجا، که کاری نیست. اون 4 تا دیگه اصلکار اون کسایی هستن که اونجا تصمیم میگیرن، بقیه هم که سر کارن. بابا من تو همین انتخابات ندیدی اعضا و معضا همه رو حذف کردن، بعد اینکه مثلا خودشون بیان 4 تا رو بفرستن که بشن شهردار. بعد حالا جالبه گندش در اومده، اسمشون که مشخص میشه معلومه کیا رو میخوان بکنن شهردار، اسمشون هم میبرن، مثلا میگن آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای مثلا فلان. خب حالا دیگه اینجوری من مشکل من اینه، من بایلا از خیلی از این دوستان اصلاح طلب دارم. ثوابت من نگاه کنید، جایی که بودم همش در رأس این کار جریان‌های اصلاحات بودم. اگه بد بودم چرا به منو گذاشتید مثلا فلان جا رئیس ستاد؟ اگر بد بودم چرا آقای هاشمی مثلا اومد منو گذاشت رئیس اصلاح طلبان خودشون در قم؟ یا اگر بد بودم اون موقع چطور تو مشارکت بودم همه برام بابا و چرچم می‌کردید، ولی الان که خودم دارم مجموع دارم من شدم بعد. یا مثلا اصلا دعوتمون نمی‌کنن تو جلسات بریم حرفمون رو بزنیم. من حالا از اون بالا تا پایین دارم میگم. من یه روزی به آقای خاتمی خصوصی توی یه جلسه گفتم یه چند نفر از دور شما که دورتون حصار کشیدن نمیذاره از کسی بهتون نزدیک بشه. حالا خدا باشید آیا هاشمی یه خصلتی داشت، اگر شما بدی یا آدمی رو در جلوش میگفتی چیز نمی‌کرد، قبول نمی‌کرد، یعنی بازم اون طرف میرفت خیلی عادی برخورد می‌کرد، حرفاشو میشنید و اینا. یه خوبی آقای هاشمی این بود که حرفای حالا چه منتقد چه غیر منتقد رو گوش می‌کرد. در این اواخر البته، حالا در اون دهه‌های قبل من کار ندارم. بله حالا در کل میخوام بگم ای کاش دوستان اصلاح طلب ما به این نتیجه برسن که انتقادم خوبه، حرف زدن خوبه. ببخشید چطوری اون آقایی که میره تو تلویزیون ایکس، حالا نمیخوام اسم ببرم، میره اقرار میکنه نمیدونم میگه خاتمی خیانتکاره، هاشمی نمیدونم کینه‌توزه، موسوی نمیدونم فلان فکره. خب اینا رو ببینید چطور اون تو مجمع روحانی رو تو همه جا رأس الامور قرار میگیره، یا افراد دیگری که در زندان رفتن اومدن اقرار کردن پشت تریبون صدا و سیما، چرا چند تا دیگه‌شون نکردن اون کارو؟ خب اگر مثلا چیز بود خب چرا اونا نیومدن؟ چرا اینا اومدن حرف زدن؟ پس ببین خانه اینجوری مشکل داره. من میگم افراد اینجوری ضربه میزنن. آقای ایکسی که در کل یه حزبیه دستش هم تو کاره، بعد میگه باید اینقدر میلیارد پول بدید بذاریمتون تو لیست پول بدید. خب اینا که ما نمیگه، کاندیداها خودشون دارن میگن. و اینا که دیگه تهمت نیست، اینا که دیگه دروغ نیست. بس من اینه. بله حالا عرضم به حضورتون که انشالله تو جلسات بعد اینها رو دونه دونه بررسی میکنیم. آقای فومنی در حد یک کلمه موسیقی گوش میکنید یا خیر؟ من عاشق موسیقی ام. اگر دوست داشته باشید بعد از برنامه یک موسیقی پخش بشه، دوست دارید چه چیزی براتون پخش بشه؟ من ببین چون بیشتر من از موسیقی سنتی خیلی خوشم نمیاد. جوانی شما ماشاءالله جز شیوخ جوان. نه بالاخره حالا تو این 44 سال سنی هم که دارم و اینا هم جوانم نیستم، ولی هم پسرم مهندس، دخترم هم بزرگه. بله خدا حفظشون کنه. زیارتشون کردم آقازاده. من میخوام بگم که من اصلا عاشق موسیقی‌های
خدمت شما حالا پاپ هستم و خیلی موسیقی‌های روز رو دوست دارم و خودم سعی میکنم روزی لااقل اگر شده 20 دقیقه 10 دقیقه هر روز عادت منه موسیقی گوش بدم. و الان چی پخش کنیم؟ من نمیدونم، هر چیزی که میخواید پخش کنید. من الان بیشتر یار دبستانی رو دوست دارم. یار دبستانی خیلی خوب. چون من خیلی این سرود رو دوست دارم به این علت که من عاشق شعرهای اینجوری هستم. من موسیقی‌های کلاسیکی که وجود داره و خودم هم گایگوداری هم تو موسیقی کار کردم. دستی بر آتش دارید. خیلی خوب. نگاه میکنیم به یار دبستانی و با حاج آقا خداحافظی میکنیم. آقای فومنی خدا حافظ شما. من دوستتون دارم، مردم ایران رو دوست دارم، همه‌تون رو دوست دارم. خداحافظ. عاشق احمدتونم. خدا حافظ. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.